خب سلام بچه خوش اومدید به ویدیو دیگه. این ویدیو مربوط به سید ویدیو قبلی که من میخواستم این شیدر تست کنم، دیدم کار نمیکنه ولی گفتم تو سید خوبی اسپان شده من بکنمش ویدیو سورایول. تو ویدیو هم گفتم اگه خواستید برید ببینید یا اگه خواستید برید ببینید. بزنم همینجا هم بیس بسیدیم چریه دیگه قشنگه. ببینم مثلا دیفیکالتی من تغییر داده بودم همون نورماله. اوکی میدونم کسی نمیشه ویدیو من نگاه کنه ولی خب برای مهم نیست. من که ویدیوم باید بزنم دوست دارم بزنم آقا. اصلا علاقمه. چرا علکی بگم علاقه دارم یوتیوبر شدن. دوست دارم چون شبیه قشنگه. ای بابا حالا آبروداری کن میگه انجر بردی هم آبروداری نمیکنه که خودم میباشم اسمم ای میپرسید چیه دیگه. واقعا انجر بردی اسم مشخص داره. اسم بردیا سیگه بالا مثلا ولش چوب سولتی میخوام با چوب سولتی خونه ها بسازم. یه کوچولو شیرزم احتمالا بسازم برگا به کارمون میاد تو خونه باشه خوشگل میشه. به کارمون میاد چه خوشگل میشه. یه اسپیر یه پیککس یه اگزم بسازیم دیگه. من علاقه زیادی به اسپیر دارم چون تازه اومده. البته برای بدروکش تازه اومده جاهاش خیلی وقت اومده و من بدروک بده اینا خیلی خوشحالم. دوستان اسپیر بسازیم دیگه. علاقه هم شده ساخت اسپیر. متریال کمی هم میخواد. میتونید مایکت رایگان برید حالا برید آپدیت هم کنید. مایکت آپدیت میده. نزدیک بود بریم پایین با اون دیست خوب همین پایین بریم پایین. یه پشمه نیاز رو میشه یه چوبره میزدی نازه بود بری پرام بود نازه بود نپرموش. فکر کنه این نیفریدم روش. بله خب طبق معمول مهمترین چیز اسپیره. نمیدونم اصلا چرا اسپیر چوبی رو ساختم وقتی همین اسپیر سنگی رو ساختم چون نمیدونم فکر کنم ناشویی بیشتری بده. خب چوب نرم آفرین اوکی حالا دارم. عالی حالا اینا رو چیز میکنم استیک یه نه ای بابا یه نه پیککس. خیلی مثل میگم روند این سری سوروایول این دفعه داره کند پیش میره. من تو هاردکورم همین قد کنم همون تازه شروع کرده بودیم دیگه کار خاصی نکرده بودم. چی دارم میگم اصلا خیلیش خب باید اینا رو ماین کنیم. سه تا باش دوتا که حالا میتونیم یه آیرون پیککس بزنیم. میخوام خودش آفتاب بسوزه. یه جلو ترسیدی؟ جبتک بذار چارجاتک رو بدیم. بذار این آفتاب بسوزه. بزنیم فلش
خیلی آیتمی به درد بخور باشد. حتما تو سری ماینکرافت سروایوالتون بخوریدش. بهتون افکت سچوریشن میده که باعث میشه گوشتون نشه. کد من نمیخورم تو میگی چیت زدی. ریدم که والا توی ویدیو دیگه فعلا من سری ادامه نمیدم ریدم.